خانه‌ای که در آن میرزا ترسونزاده شاعر مردمی تاجیکستان سال 1911 به دنیا آمده است دیگر وجود ندارد. آن در اینجا دهه قرطاق واقع بود و صاحب نوش رجب علی رحیموف میگوید کلبه هنوز در زمان شوروی از بین رفته بود. پدرمون نقل میکردن لیکن ما نه در یاد نداریم که همینجا تولد شده یا دیگر جا. حالا وای فرسوده در مرور زمان ویران شد. ما وای گرفتیم به جای این همینجا هم خالیمون این طرفتر ما گفتیم اکنون ماند همینجا مواد یکان وقت میپرسن گفتم دادرم همینجا یک میمانخانه که وای کردم. روی خاطری تولد شدگیشان یا خیش تباری نزدیک پدرامو که داشتن که کاری کرده در چند سال یک بار استاد همینجا می آمدن می آوردیم. رولو جرابای مدیر آثارخانه میرزا ترسونزاده در ناحیه شهر نو میگوید از همه خانه تنها یک در دو طبقه کندکاری مانده است و پدر شاعر استاد ترسون خودش آن را تراشیده است. این سرفه هایی که در زیر برف و باران ماند، آستانه ها هم در زیر برف ماند، عاقبت نیست شد. اگر دوران صاحب استقلالی میشد در اینجا که یک آثارخانه چه خوب میشد که یک زادگاهی درست میکنن. میگه افسوس که تا اون دوره کو از سال بعد تا این دوره کو کسی در این اعتبار نداد تا سال 70 من با این سبب ها از ما بین رفت. در تاجیکستان عنعنه حفظ قدمگاه چهره‌های تاریخی وجود ندارد. اکنون همچنین خانه در دوشنبه ویران کرده می شود که قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده در آنجا زیسته بهترین آثار خود را آفریده است. در این خانه پس چایخانه راحت قهرمان دیگر تاجیکستان باباجان غفوروف و دهها چهره معروف تاجیکستان زندگی می کردند. خانه یکم از اون طرف اما که میرشکر بودند. قبط دویم به شهیدی زیادیدلو شهیدی بودند. اینجا از اون ما بالا بقی رحیم زاده و عقیبش تولیس و فرحت زندگانی میکردند. من اینجا تلو پولادی خانه تلو پولادی بودند. بالاش خانه غنیزاده اون کس مجله خورپشته که سروری میکردند. اون طرف نیازی خانه نیازی بود. پایون رینا گلیبова زندگانی میکردند و بعد وقتی جنگ اینجا رژیسوری تئاتر لنینگراد میتلمان آمده بود. با زنش همینجا با همسرش همینجا زندگانی میکرد. یعنی این خون این تریزه که هست این امینزاده زندگانی میکردند. محیدین امینزاده اینجا تلوپولادی اونجا امینزاده زندگانی میکردند. فرصت‌های فراغتش را شاعر شهیر در بستانسرای ادیبان در موضع چاربید ورزاب می‌گذرانید. نزد این بستانسرا آمدیم ولی دروازه آن را بسته یافتیم. پاسبان این محل خبر داد که تمام زمین بستانسرا را یکی از افراد نزدیک به مقامات بلندپایه کشور خریده است و اجازه ورود به ما رد شد. در پاسخ به سوال ما که چرا در کشور به قدمگاه بزرگان دقت داده نمی شود، ادبیات شناس حفیظ رحمان گفت در اوکراین کرسی را در باغ دیده است که در روی آن نیکولای گوگل چند ساعت نشسته دستنویس را تحریر کرده است. این کرسی تحت حمایت دولت است، اما در تاجیکستان به گفته وی برعکس این حالت مشاهده می شود. با این نظر هستم که همین بزرگان ما رو هر قدم جویش را احتیاط باید کرد. اون رو برای نسلی آینده حفظ باید کرد در این اون شکلی که امکان پذیر باشد. فرض کردیم خانه‌اش باشد بگذار در شکل همون ابتدایی در شکل اولیه باید بگم هم موزیک کرسی همون فرض کردیم همون جامه و همون شلواری که میپوشیده همه چیزی که همون حتی امکان هم قلم و کاغذ و همون چیزها باید بیستند. یک نمونه برجسته به توجهی به آثار تاریخی آن بود که مقامات تاجیکستان
кам монда буд хонамӯзии қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айниро дар душанбе ба хок яксон кунанд. расонаӣ шудани ин қарор ва бархӯрди тунди ҷомеа ба он қадамгоҳи Айниро наҷот дод. мақомот дар ин мавридҳо ба генплан ё тарҳи бозсозии шаҳри Душанбе ишора мекунанд, аммо коршиносон мегӯянд рӯшан нест беэҳтиромӣ ба осору қадамгоҳи бузургон аз надонистан бармеояд ё ин талоши нобуд кардани таърихи гузашта аст барои сохтани таърихи нав ё боло гирифтани манфиатҳои молӣ.